خب سلام عرض میکنم خدمت همراهان گرامی. من علی هستم و امروز جمعه 17 مرداد 1404 هست. من یه بررسی داشتم در فضای مجازی و به نظرم اومد که جای یک تحلیل زنجیروار طلا و دلار در این فضا بسیار خالی است. تحلیل طلای گرم 18 ایار و طلای و دلار. من برنامه‌م این هست که به صورت بلند مدت و سلسله وار تحلیل هایی رو برای خرید طلا، مخصوصا طلای آب شده، برای سرمایه گذاری به دوستان ارائه بدم و به این مسیر با همراهی شما بتونیم یک خدمتی رو خدمت دوستان و همراهان ارائه بدیم. و معمولا الان در جامعه هم یه سرمایه های خردی وجود داره، 50 میلیون، 100 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون. بعضی موقع دوستان نمیدونن باید با این سرمایه ها چیکار کنن. انشاءالله با من که همراه باشید در این مسیر، ما جاهایی که نقاط و محدوده های خرید مخصوصا طلا رو، طلای 18 ایار رو در بازار داخلی به دوستان اطلاع میدیم و محدوده های فروش رو هم اطلاع رسانی خواهیم کرد. این همراهی شما برای من بسیار ارزشمنده و بتونیم یک مسیری رو برای سرمایه گذاری افراد به صورت شفاف، به صورت روشن در خدمت عزیزان باشیم. خب چارت طلا هست، الان قیمتش 7,593,400 تومان هست. ببینید خیلی خلاصه و دقیق، اگر طلا در ادامه حرکتش بیاد 7 میلیون و حدود 7 میلیون و 80 هزار تومان رو به سمت پایین تاچ کنه، خرید اول شما، یعنی باید اون پولی که دارید 50 میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون رو 3-4 بخشش بکنید. 4 بخشش بکنیم که ما میگیم 4 خرید پله‌ای. رو پله اول رو 6 میلیون و 704 هزار تومان حدوداً خرید پله اولتون باشه. 6 میلیون و 355 هزار تومان خرید دوم. 5 میلیون و 973 هزار تومان پله سوم. 5 میلیون حدود 608 هزار تومان پله 4. تو 4 پله میشه این خرید رو انجام داد. من خودم با توجه به سابقه حرکتی طلا در ایران فکر میکنم نهایتا تا پله سوم به ما فضای خرید بده، یعنی دیگه پله 4 رو تاچ نکنه. شاید هم در ادامه با توجه به اخبار و شاخصها به این پله ها نرسه. قطعا در ویدیوهای بعدی این اعداد با توجه به شرایط چارت و قیمت و عرضه و تقاضا آپدیت خواهد شد، ولی فعلا در امروز که 17 مرداد هست، این پلن میتونه یک پلنی باشه که در بازار و پیشبینی ها اتفاق بیفته. شاید هم قیمت از این سطح ها بالاتر بره و ما در واقع بر مبنای چارت و بر مبنای قیمت این تحلیل رو آپدیت کنیم. ولی حالا از اینجا شروع میکنیم. امروز برای من روز مهمی بود. ممنونم، همراهی بفرمایید تا ما با قدرت هم تحلیل
طلا و هم تحلیل دلار رو داشته باشیم. ممنونم از همراهی شما. شب آرام و همراه با خوشحالی و نشاطی رو برای شما آرزومندم. متشکرم از شما. خدا نگهدار.